سوال برادر ما ای است که آیا سقط نمودن کار اشتباه است و آیا جلوگیری اشتباه است یا نه؟ سقط نمودن به خاطر پنهان کردن گناه ما اشتباه است. اگر به خاطر دختر بودن طفل سقط کنیم اشتباه است، اما اگر حیات والده در خطر باشد و دکتر نیز میگه که اگر سقط نکنه امکان داره والده را از دست بتیم، پس در چنین شرایط سقط نمودن مجاز است، به خاطر که در اسلام زیاد را به کم ترجیح میته. پذیرفتن ضرر کوچک به خاطر جلوگیری از ضرر کلان جواز داره. پس ضرر کوچک جان طفل است و ضرر کلان حیات والده. اگر حیات والده در خطر باشه با سقط کردن او وقت جواز داره، اما به طور عام وقت درباره جلوگیری سوال مطرح میشه، درباره محافظت سوال میشه، اول ای که جواب مفصل این سوال شما در سخنرانی ما که تحت عنوان قرآن و ساینس است وجود داره. درباره این قضیه دو نظر وجود داره. تمام علما اتفاق نظر دارند که شیوه دائمی استفاده از گلی تیوبیکتومی ویدکتومی کاملا اشتباه است. در شیوه موقت اختلاف نظر وجود داره، اما از شیوه موقت نیز اگر استفاده میکنن باز هم زایگوت شکل میگیره. طفل با وجود میآید، اما از قرار گرفتن او در رحم جلوگیری میشه. در نظر ما این نیز یک سقط زود هنگام است، به خاطر که من دکتر هستم. اما الله سبحانه و تعالی وقت روزی دهنده باشه، باز بقیده ما جلوگیری شما اگر به خاطر در خطر بودن حیات والده، مثلا مشکل قلبی داره یا کدام مرض دیگه و به دنیا آوردن طفل زندگی او را در خطر مندازه، یا چندین بار سوزن تسکین درد استفاده کرده و به دنیا آوردن یک طفل دیگه والده حیات خود از دست میته، در چنین شرایط عمل جلوگیری جایز است. اما به طور عادی اگر طفل کم میخواین تا اونا را به صورت درست تعلیم بتن، بازم میخوایم به شما بگم که من طفل پنجم والدین خود هستم. اگر والدین ما جلوگیری میکردن باز امروز ما در اینجا نمی بودم. حالا ما برای اجتماع مضر هستم یا مفید هستم؟ اجتماع میگه که دکتر بهترین شخص است. ما دکتر هستم و دکتری را رها کردم، به خاطر که در قرآن مجید الله تعالی میفرماید، سوره فصلت چپتر 41 آیه شماره 33: و من احسن قال ممن دعا الی الله و عمل صالحا قال اننی من المسلمین. و کیست بهتر از کسی که با سخنانش مردم را به سوی خدا فرا میخواند و عمل صالح انجام میتن و میگم من واقعا از جمله مسلمانانم، پس ما به خاطر داعی شدن دکتری را رها کردم. داعی شدن بهترین پیشه است و به همین خاطر از رشته خانوادگی باید جلوگیری نکنیم و همه چیز به الله واگذار کنه، به خاطر که الله به طور شفاف در قرآن سوره انعام چپتر 6 آیه 155 و در چپتر 17 سوره اسراء آیه شماره 31 میفرماید که اطفالتان را به قتل نرسانند، به خاطر که الله سبحانه و تعالی شما را و فرزندانتان را پرورش داده میتونه. و به خاطر تفصیلات بیشتر سخنرانی مرا تحت عنوان قرآن و ساینس بشنوین، از اونجا جواب کامل خود به دست آورده میتونن. امیدوارم فهمیده باشن.